بار یک دخترچه جوان به نزد پدر خود آمده شکایت کنی را آغاز کرد. پدر، من خسته شدم. حیات من چنان دشوار است. مشکل های زیادی دارم. من دائما مقابل جریان شنا می کنم. دیگر قوت ندارم. چیکار کنم؟ پدر در جواب تبسم کرد و به جای پاسخ به سوال 3 ظرف آبدار را به بالای آتش گذاشت. به درون یک ظرف سبزی، به دومی تخم، به ظرف سیوم باشد قهوه انداخت. پس از چند مدت او سبزی و تخم را از آب بیرون گرفت، قهوه را باشد به درون پیاله ریخت. چی تغییر یافت؟ پرسید او از دخترش. تخم و سبزی در آب جوشیده پختند، قهوه باشد در آب حل شد. جواب داد دختر. نه دخترم، این تنها نظری سرسری به چیزهاست. نگاه کن، سبزی سخت در درون آب جوش ملایم و فرسوده شد. تخم زود شکن که داخلش محلول بود سخت شد. آنها ظاهراً تغییر نیافتند، تنها ترکیب خود را زیر تأثیر حالت ناخوب یک خیله آب جوش دیگر کردند. آدمان هم همین طورند. با قوتها می توانند از تأثیر یگان رویدادهای ناخوب ضعیف و بیمدار شوند، در حالتی که نفرهای ضعیف و نازک از تأثیر این گونه رویداد آب و تاب یافته با قوت می شوند. قهوه چی؟ پرسید دختر. این از همه شوق‌آورش. قهوه در محیط نوی ناخوب به پورگی آمیخته شد و آن را تغییر داد. آب جوش را به نوشاکی خوشبوی به همتا تبدیل داد. آدمان مخصوصی هستند که هیچ یک حالت و رویدادها به آنها تأثیر رسانیده آنها را تغییر دادن نمی توانند. برعکس آنها خودشان حالت و رویدادها را تغییر داده آن را به یک چیز خوبی تبدیل می دهند و در برابر آن از این حالت یک فایده و دانش نو برای خود می گیرند.